در قسمت قبل گفتیم بعضی واکنش ها مال الان نیستن. اون خشم، اون دلشکستگی شاید برای گذشته هایی باشه که هنوز زخمش تازه است. حالا که فهمیدیم بعضی احساسات شدید از دردهای کهنه میان، سوال اینه با این دردها چطور روبرو بشیم؟ اگه یه اتفاق ساده تو رو از پا در میاره، خودتو سرزنش نکن. به جای سرکوب کنجکاو شو. دکتر گابور ماته میگه به جای اینکه بپرسیم چته، بپرسیم چی به سرت اومده. وقتی یه احساس شدید میاد چند لحظه فقط صبر کن. بذار بدنت حرفش رو بزنه. 3 نفس عمیق بکش با تمرکز روی بازدم. این کار مغزتو از حالت دفاع در میاره. بعد از خودت بپرس این حس منو یاد چی میندازه و در آخر بنویس. بدون سانسور، بدون قضاوت. نوشتن یعنی شنیدن صدایی که سالها نادیده گرفته شده.